پاسهای کوتاه. پاسهای کوتاه با همان روش فوق‌الذکر انجام، فقط اختلافی که دارد این است که در یک قسمت مخصوصی از بدن اجرا می گردد. صورت امکان و حتی القوه پاسها بایستی با 2 دست انجام شود. هرگز نبایستی دستها متقاطع یا صلیبوار قرار گیرند. اگر مریدی در حال درازکش باشد، مراد باید یا بالای سر او بنشیند یا پایین پای او. بر حسب اینکه بخواهد بارور کند یا خنثی سازد، محل قرارگیری مراد تعیین می گردد. هرگز پاس نباید در 2 جهت انجام شود، یعنی 1 مرتبه از بالا به پایین و 1 مرتبه از پایین به بالا، بلکه پاسها کلاً باید از بالا به پایین یا از پایین به بالا باشند. در موقع پاس دادن بایستی با مرید خیلی کم صحبت شود. قبل از هر تجربه لازم است که مراد با مرید تماس مغناطیسی بگیرد، یعنی یک رابطه روانی برقرار سازد. مقابل هم بنشینید و نوک انگشتان پا و زانوهای مراد و مرید باید به هم تماس داشته باشند. پس مچ دستهای مرید را در دستتان بگیرید. طرز گرفتن مچ دست باید طوری باشد که انگشت شست مراد مقابل انگشت کوچک مرید قرار گیرد. در این حال 2 قطب همنام با هم مقابل شده و باروری و تحریک ایجاد می شود. پس از لحظه‌ای مچهای مرید را رها کرده و کف دستها را روی رانهای مرید قرار دهید. بالاخره به طور ملایم و ثابت مدت 2 الی 3 دقیقه در چشمهای مرید نگاه کرده و در عین حال تحمیل نیروی مغناطیسی خود را تمرکز دهید. حال بلند شوید و خود را در پشت سر مرید قرار داده و کف دستها را به کتفهای او بچسبانید. اگر در این حالت مرید احساس گرمی یا سوزش در پشت خود یا کشش به سمت مراد در خود حس کند، معلوم می شود که ارتباط نیروی روانی برقرار شده است و مسلم است که می توانیم هر نوع تلقین را به او تحمیل کنیم. حالا تصمیم بگیرید چه کار می خواهید بکنید. مثلا مرید را می خواهید به خواب مغناطیسی فرو ببرید. برای این کار به طریق زیر عمل کنید. پاس بایستی روی سر و پیشانی مرید انجام شود. 1. کف هر 2 دست را در طرفین سر مرید طوری قرار دهید که شستها روی حد رستنگاه موها در پیشانی قرار گیرند. در مدت 3 یا 4 دقیقه شستها را با فشار ملایم رو به پایین سر بدهید یا بکشید تا به روی ابروها برسند. بعد دستها را به جای خود برگردانید و سعی کنید برای مرتبه دوم که می‌خواهید شستها را روی رستنگاه مو قرار دهید، شستها با سر و صورت تماس پیدا نکنند. 2. مدت 3 یا 4 دقیقه شستها را روی ابروها سر بدهید یا بکشید. 3. خود را در عقب و پشت سر مرید قرار بدهید و مدت 5 دقیقه با تماس وسط پیشانی تا شقیقه ها پاس بدهید. 4. برگردید به جلو و بدون تماس با او شروع به پاس دادن نمایید. به این نحو: الف، از سر تا شانه ها، سپس تا آرنج های دست. ب، از سر تا زانوها. در هر پاس 1 یا 2 دقیقه در مجاورت شکم پاسها را متوقف و شستها را در گودی ناف و سایر انگشتها را روی پهلوی مرید قرار داده و در امتداد رانها دستها را بیاورید تا زانوها. 5. برای تمام کردن پاسها به عقب مرید رفته و در عقب شانه ها پاس بدهید در تمام طول ستون فقرات و تهیگاه ها.
احتیاج به توضیح نیست که برای ایجاد خواب مصنوعی به همان طریقه تلقین که قبلا گفته شده عمل نموده و مرید را به حال خواب در می آورید. در تمام مدتی که برای ایجاد خواب مشغول تلقین هستید، پیشانی مرید را با انگشتان دست چپ لمس و مچ دست راست او را در دست راست بگیرید. برای عمیق کردن خواب، پاسهای بدون تماس از سر تا شکم انجام و بالاخره یک خواب عمیق را به او تلقین نمایید. این پاسها علاوه بر این که نیروی درونی شما را ظاهر و ساطع می سازند، یک حالت حساسیت و پذیرش در مرید ایجاد می نمایند. نکته بسیار مهم: در حالت خواب مغناطیسی یا حتی خواب‌آلودی، پاسها خاصیت شفابخشی عجیبی دارند که کمتر در داروجات و جوهریات دیده می شود. نکته بسیار مهم: در حالت خواب مغناطیسی یا حتی خواب‌آلودی، پاسها خاصیت شفابخشی عجیبی دارند که کمتر در داروجات و جوهریات دیده می شود. مقرر گفته شده است که میزان جانداری اعضا بستگی به میزان نیروی مغناطیسی دارد که دریافت و سپس از خود خارج می سازد. فقط پاسها هستند که نیروی لازم را رسانده و تعادل را برقرار می سازند. این پاسها همانطور که گفتیم اگر آرام و ملایم انجام شوند بارور و پر می کنند و وقتی که سریع و تند انجام گیرند عقیم و خالی می سازند. در خاتمه این مبحث که مربوط به ژست و حرکات است، بد نیست که چند کلمه‌ای در مورد عملیات لمسی در خواب کردن بیان کنیم. در روی بدن انسان نقاط حساسی موجود است که مساعد هستند کمک به خوابیدن نمایند. این نقاط عبارت است از مچ دستها، بند اول انگشتان، ریشه ناخن ابهام و ریشه خود انگشت ابهام، ریشه بینی یا وسط دو ابرو و دو چشم، خمیدگی آرنج، قوزک پاها، لاله های گوش، بین انگشتان کوچک و قبلی آنها. برای کمک و تسریع در خواب مصنوعی روی نقاط فوق الذکر فشارهای مداوم و آهنگدار و مالش‌های عرضی و افقی بدهید. اصول نفوذ و تأثیر: خواستن، گفتار، نگاه، حرکات و ژست‌ها اصول نفوذ و تأثیر به شمار می روند. حالا نکاتی را که یک نفر مراد یا عامل بایستی در تمام مراحل تجربیات مغناطیسی دائما در مد نظر داشته باشد تشریح می کنیم. 1. در مخیله و فکر خود عملی را که می خواهید انجام دهید مصور و مجسم و متمرکز کنید. البته این ساختمان یعنی تصور، تجسم، تمرکز با مصالح ساختمانی اجسام و اجساد بنا نمی شود، بلکه مصالح کار عبارت است از سیاله های مغناطیسی و روانی خودتان. 2. ابتدا به ساکن نباید این عمل تجسم را به مرید تحمیل نمود، بلکه بایستی اوامر صادره تدریجی و ملایم باشد. مثلا در مثال قبلی پس از پاسها نبایستی یک مرتبه به مرید گفت خوابیدید، بلکه به طریق زیر بایستی عمل شود. پلک‌های شما دارند سنگین می شوند، بیشتر سنگین شدند، دارند فرود می آیند، می خواهند بسته شوند، بسته می شوند، خوب بسته شدند، حالا بخوابید. 3. عملی را که خواسته اید و به حقیقت پیوسته درست تشخیص بدهید و این حالت را در مرید حفظ و به وسیله حرکات و ژست و تلقین تحریک و عمیق کنید.
4. دائما با مرید در تماس بوده و بعضی اوقات از مرید سوالاتی در مورد حالت ایجاد شده بنمایید. 5. برای تشدید یا تضعیف حالت ایجاد شده در مرید، خود را توجیه و روش خود را برای ادامه تجربه معین کنید. 6. اگر حالت ایجاد شده با حالتی که باید ایجاد شود تطبیق نکند، بایستی فوراً با کم کردن تلقین عمل معکوس و ماهرانه به حالت اولیه برگردانید.